بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان محترم شبکه‌های ورزش و سیمای استانی آفتاب و سیمای مرکز آذربایجان غربی و شرقی و سیمای مرکز زنجان. جا داره در همین ابتدای گزارش به احترام هواداران دو تیم ایرالکو و تراکتور تبریز ارادت خودم رو ایستاده تقدیم نگاه مهربان شما بینندگان عزیز ارزم کنم از دیار امیرکبیر و هواداران وفادار آلومینیوم سلام عرض میکنم. ارسال ضربه سر، یه واکنش فوق العاده از بیرانوند، ضربه سری که زده شد و چقدر خوب توپ رو در آورد با کمک مدافعان خودش. در تصویر آهسته ارسال بلند، این ضربه سر به خوبی در تصویر آهسته باز هم ضربه سر امیر نوری و به اون سمت بیارن. پاس در عمق حسین زاده با پشت با ترابی و ضربه ترابی توسط محمد خلیفه مهار شد. ضربه بغل پایی چهره مهدی ترابی در تصویر آهسته پاس رو به جلو، حالا رو عقب با آلوز و این ضربه آلوز تیر دروازه رو به لرزه در برد. موج بعدی حمله پاس به بیرون و عرض دروازه طی شد. ضربه قشنگ پوستونسکی شجاع خلیلزاده و توپی که بر اساس نظر کارشناسان بر آلومینیوم نگرفت. این ضربه پرواز بلند خلیفه که دستش به توپ نرسید و پوستونسکی ارسال میکنه و این ضربه سری که خطرناک به بیرون میره. امیر حسین زاده در تصویر آهسته ارسال با پای راست بلند شد، ضربه سر رو روی سر مدافعین. هاشم نجات پاس به دهانه دروازه و خودش رو پرتاب کرد برای رسیدن به دروازه آلومینیوم موفق نبود. حسین زاده در تصویر آهسته ببینیم چگونه خودش رو پرتاب کرد برای تراکتور به ثمر رسوند. وطن دوست اعتقادی به خطا نداره، ببینیم به ویار میره یا خیر. حرکت خوب وطن دوست اینجا. وطن دوست چقدر خوب کاظمیان جا گذاشت، پاس رو به جلو پرتاب میکنه خودش رو جعفری و نمیتونه به توپ ضربه بزنه. پاس بیرون پای قشنگی که داده شد، با این پاسش اصلا جا گذاشت. نگاه کنید دریبل دو طرفه قشنگی به شجاع زد و این پاس بیرون پا اصلا به خوبی موسوی زد. پاس رو به جلو باید مراقب باشم و ضربه‌ای که آلوز میزنه و توپ به بیرون میره. تک ضرب ترابی و این ضربه که به مدافعین برخورد میکنه و توپ در دروازه قرار میگیره. یه لحظه توپ به مدافعین برخورد کرد، مسیرش عوض شد. ضربه اینقدر خطرناک نبود. چقدر بدشانس بود که توپ به سینه‌اش برخورد کرد و درون دروازه قرار گرفت. بازی در نیمه دوم هم جذاب دنبال باشه همانند نیمه اولی. ضربه دیدنی و عکس العمل علیرضا بیرانوند. وطن دوست یه مثلث رو تشکیل میدن، میتونه ارسال کنه، ارسال بلند به تیر دورتر و داور که اعتقاد به کرنر نداره. اعتراض رحمان جعفری. تصویر مهران موسوی ارسال نرمی که انجام میده، تو اومد و ضربه سر رو عارف آقاسی زد، قرار گرفته. پوستونسکی ضربه رو میزنه و به خوبی دفع کنه خلیفه و ضربه پوستونسکی و حسین زاده باید مراقب باشن، خطرناک است. حسین زاده و عالی بود این عکس العمل خلیفه. توپ رو در اختیار گرفت و هواداری که میاد و از خلیفه تشکر میکنه. این عکس العمل دیدنی از محمد خلیفه. جعفری کاظمیان هستش کنترل کنه که موفق نبوده. یه لحظه اشتباه و سراسیمه توپ رو به بیرون میزنن.
اعتراض خلیلزاده به نادری. اینجا میخواست دریبل سر پا بزنه که موفق نبود و این برگردانی که زد و نوری حالا ضربه از راه دور و دفع ناقص بیرانوند در برگشت شروین بزرگ. ضربه دیدنی دفع ناقص بیرانوند و شروین بزرگی که داور و سوت پایان این مسابقه با نتیجه 1-0 به سود تراکتور. خسته نباشید به بازیکنان هر دو تیم و تشکر از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید. عید سعید فطر پیشاپیش بر همه شما مبارک. تعهد عباداتتون قبول انشالله. من و همکاران خوبم رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. بیمارانی که روی تختای بیمارستان ها هستن رو در این ایام عزیز فراموش نکنید. تا گزارش دیگر و هنگام با ورزش دیگر، خدایا رو نگهدارتون.